رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أتمنى صحتكم وعافيتكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بدرسنا الجديد. اليوم عندنا الدرس الثاني، الوحدة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريبات يعني تمرينات. الوحدة يعني فصل، الأولى يعني أول، يعني فصل أول. دخل المدير الصف ومعه مدرس جديد. دخل يعني داخل شد، المدير مدير، صف يعني صنف، يعني مدير داخل صنف شد و معه مدرس جدید و امروز یک استاد جدید بود. مدرسون یعنی استاد، جدید خب میفهمید که حدیثانی مترادفش میشه یعنی نو، یعنی امروز یک استاد جدید داخل شد یا امروز یک استاد جدید بود. وقف التلاميذ، وقف یعنی استاد شدن، التلاميذ یعنی شاگردها. تلميذ مفرد میشه، تلاميذ جمعش میشه، شاگردها. میگه وقف التلاميذ یا تلاميذ، میگه شاگردها استاد شدن. المدیر، السلام علیکم، سلامتی باد بر شما. التلاميذ و علیکم السلام، و بر شما همچنان. المدیر، هذا مدرس اللغة العربية، عربية الجديد. میگه ای هذا اسم اشاره هستک به مفرد مذکر قریب استفاده میشه، کسی که نزدیک ما باشه ایده باش استفاده میکنیم. میگه هذا مدرسون، میگه ای استاد اللغة العربية الجديد، میگه ای استاد جدید یا استاد نو زبان عربی شما هستک. اللغة العربية خب میفهمین دیگه، مدرس استاد ما نامیده، جدید هم نو. میگه اسمه حسن، میگه نامش حسن است. اسم هو که میشه راجع به استاد است که نام استاد میگه هو، ضمیر غایب متصل، مفرد مذکر غایب. میگه و هو سعودی، میگه او کس از سعودی است. جاء من السعودیه، جاء آمده، من السعودیه از سعودی. او میگه سعودی هست و از سعودی آمده. و هو مدرس جید، و میگه او یک استاد بسیار خوب است. جید یعنی خوب، عالی. استاد میگه او یک استاد عالی است، خوب است. خارج المدیر من الصف، خارج یعنی خارج شد، مذکر مفرد. الماضی، خرج فعل الماضی. المدير فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره. خرج المدير من الصف، خرج میگه خارج شد، المدیر من الصف، مدیر از صف خارج شد. و جلس التلاميذ، شاگردها چی کردن؟ نشستن. جلس نشست. التلاميذ یعنی شاگردها، یعنی شاگردها نشستن یعنی شیشتن. على الكرسي، بالای چوکی ها. باشین على الكراسي یعنی بالای چوکی ها. کرسی یک چوکی نمیاد، الكراسي جمعش میشه، على بر ما نمیده. التلاميذ براتون گفتم. قال المدرس، استاد گفت، قال گفت، المدرس استاد. اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع. دیگه امی مضمون زبان عربی تان که هستک 4 ساعت در یک هفته هست، یعنی شما 4 ساعت در یک هفته زبان عربی دارین. و حصة اليوم قراءة، و امروز شما چی دارین؟ قرائت دارین، یعنی خواندن دارین. قراءه کس یعنی خواندن، یعنی فقط تدریش خوانن خلاص. این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که مفید تمام شده باشه. با ما انتقادات و پیشنهادات در کامنت بنویسین و تا اینکه باشد بیشتر بتونیم براتون خدمت بکنیم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، مع السلامة. تعلموا العربية فإنها من دينكم.